میگن به اهل علم یعنی این چیزا به چی میگه سبحان الله یعنی وای خوب نه مال و نه ملک یعنی چی یک حدیث یافتن از امروز مثلا یک درهم یابم گفته خودش شد قدیما چی یک حدیث به مثل ابو خاتم از اولی مقصد گرفته از نعم یعنی اسناد حدیث صحیح یافتن این چیز یک غنیمت بود همین انده خطیب رحمه الله تاریخ بغداد انده بلکه یعنی ابنش نعم عبدالرحمن ابن محمد ابن ادریس ابو حاتم از پدرش روایت میکرد که ابو حاتم رازی وقتی که بصرانده بود میگوید که وقفت على باب ابي وليد الطيالسي ابو ولید الطیالسی میگریم دویم یعنی چی ده از شیوخ امام مسلم دویم میگریم ابو حاتم میگوید وقفت على باب ابي ولید الطیالسی ابو ولید الطیالسی یعنی تمام یعنی مثل امروز خونه شیخ ربی یعنی کای نروی درشنده چی ده ها طالبا مثلا انتظارا الان خیلی چه خونه ابو ولید الطیالسی یعنی چی مرکز اهل علم طالبا میبیان همینجا به جای افتم میگوید وقفت على باب فقلت ندا کرده گفتم که من يغرب علي حديثا صحيحا مسندا غريبا له علي درهم يتصدق به فهمت؟ یعنی درهم کلان پوله میگه در به استاد میگه که کسی که یک حدیث غریب یعنی من يغرب علي حديثا صحيحا غريبا مسندا لم اسمع به بشرط که لم اسمع به فله علي درهم يتصدق به تفضلوا فهمت یعنی استاد میگه کسی که یک حدیث یغرب یعنی غریب یک فرد یک حدیث غریب بیارد که به شرط چی باشد غریب مسند صحیح من نشونده باشم همین حدیث کسی که بیارد من یک درهم پولش میدم یک درهم به یعنی یک هفته زندگی میکنی فهمید یک درهم به یک هفته اجارت به و خورده وقتی که ابو حاتم بصره به اومده میگفت وقتی که شد میگفت تمام آخرین درهم ما تمام کردم میگفت آخرش میگفت یک روز گرسنه میگفت یعنی صاحب ایجار برابر از خونه های کرد میگفت درهم هست نیست خونه نیست های کرد کوچه برمانده کوچه اند مونده خوردنی نیست زنده لباسم هم میشه میگفت وقتی یک مقصدم که بصره به اومده یک سال استادم به 12 ماه لیکن 6 ماه رفته نفقم تمام شد 6 ماه تمام سول لباسم فروختن سر کارم میگفت لباس همراه خودش 4 5 لباس میگرفت که آخر یک تا فروخته میگفت فروخته چی میکنم یعنی فهمید فروخته چی میکنم یعنی ایجار میتیم جدا کار کنی نمیرم مکه کار کنی نمیرم چی میکنم یعنی فروخته مثلا طلب علم دوام دادن یعنی یک روزم غنیمت منت کنه چی وقت به شمار یعنی علما ها امروز میمرد یعنی ابو ولید طیالسی دیگه رو امروز ای فردا نیست لباسوم فروخته میگو چیکار کارم میگو یعنی طلب علم چیکارم میگو صرف کردم آخرش میگو هیچ چی نموند صاحب خونه اومد برآورد میگو کیرا راو گفته کن کوچاند موندم میگفت دوام دادم علم یک روز گرسنه 2 روز گرسنه 3 روز گرسنه یک قطره میگفت آب یک قطعه خبز به خودم 3 روز میخیر گرسنه گشتم آخرش درسنده میگفت کاده یوم علی خرب درسنده هم میگفت آهوش رفت سوده همراه من برادرم بود میگه که از جوره ها یعنی گفت سون آخرش احوالم دید سون پرسید وقتی که مجبورم کرد گفتم گویم گفت که خیر مننده گفت 2 درهم پولم موندگی یک درهمش تو بمیتیم یک درهمش گرفتم میگود یک درهمش چه نصف درهم ایجار بدادم نصف درهم یک هفته خورم میگود یعنی فهمیدید الان چیکار که همین احوالنده با یک درهم که میتیم میگود یعنی یک آدم حدیث بیارد یک درهم میتیم یعنی یک درهم کلان مثلا ممکنه حاضر به یعنی یک هفته به میرستگی مثلا چیز یعنی نه وقفت میگود گفتم میگود که کی بیارد یک درهمش میتیم یعنی مراد من چی مراد من این کتی مرادش یعنی تکبر نه اعوذ بالله مراد من میگود مراد من ان یاتی رجل بحدیث يحدثني بحديث لم اسمع به فيقول لي ان الحديث عند فلان فاذهب اليه فاسمع منه مقصدم چی گویا که حدیثی که تو نشوندگی نزد فلان انده نزد فلان برو از فلان مثلا شاید چی سفر میکنم از فلان حدیث میگیرم
المهم ثم چای حضر عند الباب عند باب ولید الطیالسی خلق من الخلق، یعنی آدما جمع شدن، اهل حدیث جمع شدن. منهم ابو زرعه، حتی ابو زرعه اومده میگه فمن دونه، از همه مثلا حافظ که ابو زرعه، این دلالت میکرد که ابو حاتم احفظ و اعلم من که ابو زرعه بدش به دلالت میکنه. سونه اومده چیکار کردن میگه یعنی حدیث گفتن همه میگه همه حدیثایی که میگن من شوندگی. المهم میگه که ما تهيأ لاحد ان يغرب علي بحديث واحد، همین قدر یعنی هزارها آدم اومده حدیث گفتن، یک کس یک حدیث نو آوردگیش نمیگه من ندونست که یک حدیث نوات که من همین حدیث نشونده باشم. این چی به دلالت میکنه یعنی چی به دلالت میکنه؟ یعنی تمام مولش چی یک حدیث به صرف کردن به چی تیار، یعنی یک حدیث شنیدن اینو به چی یک غنیمت، یک دنیای دست ببرن. یعنی رحمهم الله. همین خیلی که بودن یعنی اینو همین خیلی مثلا چی حدیثای رسول صلی الله علیه و آله و سلم به همین چیز که رحمت الله علیه هم به نام شما دائم اینو به چی قدر که دعا کنیم، چی قدر مثلا چی کنیم، اینو کاملا یعنی رحمهم الله همین قدر چی علم ما به چی میراث گذاشتن رحمت الله علیهم. رحمهم الله ابو حاتم، ابو زرعه، ابنه عبد الرحمن، یعنی چیز. نعم.